سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دیشب یه خبری خوندم که با این بزرگی، حالا نمیدونم که چقدر صحت داره یا دارن پیازداغش رو زیاد میکنن یا همینقدر بزرگ هست، که یوتیوب فارسی داره تموم میشه، چون که یوتیوب اومده آی پی ایرانی ها رو تشخیص داده و دیگه مثلا 80% درآمد رو کاهش میده و فلان و اینا. و به عنوان کسی که 2 ساله داره تلاش میکنه که یوتیوب چنل داشته باشه و میدونم چقدر سخته، واقعا کار سختیه، هر سری یه مانعی اومده جلوی راه من و منو ناامید کرده تا یه مدت. و بعد من دوباره از اونجایی که خیلی به این کار علاقه دارم، از بچگی اون کار رویایی که همیشه دوست داشتم انجامش بدم، دوباره تلاش کردم و موفقم بودم. کردم اون اوایل اعتراضات سال 1401 و اون اتفاق تلخی که هنوز تروماش با هممون هست اتفاق افتاد و تصمیم گرفتم که فعالیت نکنم، چون اصلا شرایط مناسبی برای فعالیت کردن نبود، چون ما دغدغه دیگه‌ای داشتیم اون تایم. بعد از اون دوباره تلاش کردم و خب یوتیوب داشتن اصلا کار راحتی نیست، خیلی طول میکشه تا تو سابسکرایبر بگیری، ویور بگیری و همه اینا. دوباره تلاش کردم، یه چنلم استراگ گرفت، بیخیال شدم، دوباره تلاش کردم و اون جایی که داشتم خوب جواب میدادم، میدونید چی شد؟ دقیقاً جایی که یوتیوب، خود برنامه یوتیوب به من تبریک گفت، چون که خیلی داشتم خوب ویو میگرفتم. ایران جنگ شد و ما درگیر جنگ 12 روزه خیلی خیلی وحشتناک بودیم. درست 12 روز بود، ولی برای من اندازه 12 سال گذشت. اینکه فکر کردم قرار چی باشه. و خب اون تایم قطعا فعالیتام داشتم. هر سری من به خاطر ایرانی بودنم یه ترومایی میگیرم که تا مدت ها با من میمونه. و جنگ بود، ما از جنگ گذر کرده بودیم، میدونی یعنی چی؟ و واقعا تا مدت ها حالم خوب نبود و اصلا دلم نمیخواست ویدیو بگیرم. و الانم که داشت تموم میشد و یه چی از چنل های من داشت مانیتایز میشد، این اتفاق افتاد. ببین اصلا برام مهم نیست، من که این کار به خاطر علاقم دارم انجام میدم، نه درآمدش. فقط میخوام بگم اونایی که میگن دهه 80 تنبلن و نمیشه، واقعا اینطور نیست. ما هر کار ساده‌ای بخوایم بکنیم نمیشه. هزار تا اتفاق میفته جلوی رامون، هزار تا نشد میاد. دانش اگر من یه چنل یوتیوب داشته باشم که به درآمد رسیده باشه، من به خاطر ایرانی بودنم با کلی مشکل بودن 30 تا 40% که درآمدمو به من بده. چرا؟ چون که من یه ایرانیم. توی یک ماه حداقل 10-20 باری میخوره توی صورتم که ایران جای رشد کردن و پیشرفت کردن نیست. با اینکه من واقعا این کشور رو دوست دارم و واقعا قصد مهاجرت ندارم و هر کاری دارم میکنم که اینجا بمونم، اینجا بسازم، اینجا زندگی کنم، چون که وطنم رو دوست دارم. فقط امیدوارم یه روزی بتونیم هممون به راحتی به اون چیزی که میخوایم برسیم و به خاطر ایرانی بودنمون دچار مشکل نشیم. و آره، دوستتون دارم.